سلام و درود دارم. حال دلتون خوب باشه و پر انرژی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. ببخشید بازم معذرت میخوام که دیر کردم. یه 20 دقیقه لایومون دیر شد، 22 دقیقه، و این که بریم یه لایو پربار رو داشته باشیم با کلی آموزش و نکات عالی درجه یک. یکم جو به هم ریخته است ولی درستش میکنم. منتظر میشیم چند نفری بیان بالا. 150 60 200 هستیم. 112. خب آروم داریم زیاد میشه. بعد اون تایمر خیلی زده بودن، نزدیک 200 خورده 300 تا آدم تو تایمر زده بودن. ما یکم بدخوری کردیم. برای اولین بار تو زندگیمون اینجوری شده. ساعت 20 دقیقه تأخیر داشتیم. اونم ببخشید. خیابونا شلوغ و ترافیک. خب بریم با هم دیگه آموزش توپ داشته باشیم. فقط قبل از اینکه آموزش شروع کنیم می‌بینید که تمام لایوهای ما کلا کوتاه، مفید و مختصره. اصلا کشش نمیدیم. مدت زمان لایو هم 25 دقیقه تا نهایتا 30 دقیقه هستش. کلی نکات گفته میشه. فقط مرسی از افرادی که از کانال یوتیوب دارن لایو ما رو تماشا میکنن. همه افرادی که توی اینستاگرام هستن نرسیدن یا الان هر جایی که نمیتونن نگاه بکنن یا تیکه هاشو میرن میان، میتونن توی یوتیوب کل لایو رو نگاه کنن. حتما سابسکرایب کنید بچه‌ها که توی اینستاگرام هستی. خواهشی که ازتون دارم برید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که یکم اوکی تر شید. صدا و تصویر خوبه، یه اوکی بدید ما حله. یعنی 60 تا بفرستید. این معنی بعدا نداشته باشه. این صدا تصویر خوبه. یه سبد خوشگل میخوام براتون بگم. عالی. بریم لایو رو شروع کنیم. قبل از اینکه لایو رو شروع کنیم من میخوام سبدامو شروع کنم. میخوام زیر کار این کارو بهتون بگم. از 0 تا 20 الی 25 دقیقه لایو گفتم طول میکشه. اسفنج خشک زدم بچه‌ها. اسفنجای بلوکی خزم میتونید بزنید. توی پست‌های خیلی پایین‌تر گفتم میتونید خزه بزنید، بعد روشو اسفنج آبکش بزنید. قبل از اینکه اسفنج آبکش رو بزنید حتما باید از تلفن استفاده کنید. ببینید من تلفن رو میندازم توی باکسم، سبدم، یا حالا جنسش میخواد حالا این حصیریه دور تا دورش، ولی در اصل مثلا فلزی هستش، MDF همه مدلی هست. CNC میزنم من اصلا حتما باید تلفن استفاده کنید، یا اگر تلفن هم نداشتید میتونید فویل استفاده کنید. خیلی چیزای دیگه هست. میزنم فیکس میکنم داخلش. حالا دور تا دورش هم فیکس میکنم. خب دور تا دورشو با خورده اسفنج فیکس میکنم که چی نشه، از باکس هم در نیاد. اینم با خورده اسفنج فیکس کردم. تمام اوکی. این از بیس کارم. حالا دستمال من اینجا بود. دستمال من زیر. بس. خب این از میام دور تا دور تلفنی که گذاشتم و میبرم که توی گلارای من خیلی نشون نده. ماشاءالله. خب بریم جلو. خب این از این بیس کار من درست شد. حله این بیس کار من درست شد. میرم سراغ گلاراییش. قبل از اینکه گلارایی کنیم گفتیم هر وقت برگ داشتیم خواستیم گل بزنیم اول برگارایی میکنیم. 99% اینطوریه. پس اگر قبل از اینکه خواستیم گلارایی بکنیم برگ داشتیم اول برگارایی. ما 5 تا قانون داریم تو کار گلارایی. تابش، 4 تا اولش تابش، تکرار، تنوع، تضاد. تابش، تکرار، تنوع، تضاد. توی لایو پنجشنبه که من بهتون گفتم باکس حروفا داشتم که نی زدم، از قانون تکرار داشت استفاده می‌کردم. ما توی این باکسمون از چه قانون استفاده؟ وقتی قانون‌های ریز گلارایی بلد باشی قشنگ میتونی یک گلارایی خوب انجام بدی. پس چی شد؟ تابش، تکرار، تنوع، تضاد و نقطه کانونی. ما توی این کار می‌خوایم نقطه کانونی استفاده بکنیم. 1 الی 2 تا نقطه کانونی انجام بدیم. قبل از اینکه بخوام گلارایی بکنم نقشه‌شو می‌کشم. خب چه گلارایی انجام بدم که الان بیشتر مده و حجم گل کمتری هم میبره و بیشتر سود دارم. من میام یه حالت هفتی می‌خوام بزنم تو این کارم. خیلی خوشگل لاکچری اوکی میشه. بریم با هم دیگه داشته باشیم. میخوام از یه گلای خاص‌تر استفاده کنم، نه لحاظ قیمتی و اینجور چیزا، لحاظ کاربردی. مثلا گل ژربرا رو نگاه کنید توی کارتونش 10 تاست. ببین ساقه‌اش چجوریه. اصلا خیلی صاف و صوف نیست بیشترش، و ساقه‌های صاف هم داره.
ولی میخوام چیکار کنم؟ یه حرکتی روش بزنم. چی کار میکنم؟ اگه میخوام کنم قشنگ‌تر بشه، سیم مفتول نازک استفاده میکنم. برای چی سیم مفتول استفاده میکنیم؟ برای ژربرا زدن. برای اینکه حالت بگیره کارمون. چطوری حالت میگیره؟ ژربرا گل حساسه. بعد از یک مدتی زمانی که بگذره ازش میخوابه سرگل. برای اینکه این گل ژربرا نخوابه، میام همون حالتی که سرش خوابیده، مثل گل آفتابگردونمون گفتم من شاخه صاف میزنم، همون حالت رو میام سیم میزنم به همون حالت خودش. سیم مفتول منو نگاه کنی، زیر کار میرم به همون حالت خواب ژربرا سیم میزنم، میام اینجوری میچرخونمش، ببین میچرخونم و یک مقدار که مونده به پایان ساق ژربرا میارم بالا، دوباره میارمش بالا. این حالتی. حالا ببین یکم صافتر میشه. هر کاری بخوام انجام بدم با خود سرگلش به راحتی میتونم انجام بدم. چند نفر تو لایوی؟ 260 دارن آروم بچه‌ها میان. آره کسایی که تازه وارد لایو شدن چیزی از دست ندارید. ما اسفنج خوش گذاشتیم، اسفنج آبکش. قبل از اینکه اسفنج آبکشمون بزنیم داخل سبد یا باکسمون یا هر چیز دیگه تلفن زدیم، به خاطر اینکه آب اسفنج آبکش به دور تا دور باکسمون نفوذ نکنه. سوالی دارید حتما هر سری که سوال برات پیش اومد، یه لحظه سوال برات پیش اومد جوابش رو توی صحبت‌های من نگرفتی، تو باکس کوئسچن بنویس، بچه‌ها میپرسن سریع از من. پس سوالاتتون رو بنویسید هر سالی که داشتید اینجا. من چند تا ژربرا رو به سیم میکنم که شما ببینید، بعدش شروع کنم به زدن گلارای. خوب دقت کنید. میگم لایو اصلا طولانی نیست، خیلی کوتاست، ولی خواهشاً یاد بگیرید دیگه. اینا رو بعد برید چند میلیون بدید هزینه کنید. تازه خیلی نکات رو بهتون نمیگم، من بهتون رایگان میگم. پس خواهشی که ازت دارم خوب دقت کن. پس یه بار دیگه سیم کردن ژربرا رو میبینیم. به همون حالتی که ژربرا خوابیده، سیمو داخل گلش میبریم. یه مقدار فشار میدی داخلش، بعد میچرخونیش تا جایی که چرخونیش اینجا یه مقدار سیم اضافه اومد، میکشیم به سمت بالا. این از این. یکی هم بزنم بازم. چرا اسفنج خوش دفعه کار میزنی؟ به خاطر اینکه بیاد بالا اسفنج آبکشم. نمیتونم از زیر کلا اسفنج آبکش بزنم بیاد تا بالا. اولا هر قالب اسفنج 10-15 هزار تومان بر خودم در میاد. میام اسفنج خشک که 4-5 هزار تومان برام در میاد و کفش میخوابونم. حالا از اسفنج مصنوعی، اسفنج خشک طبیعی یا خزه یا اسفنج مصنوعی اینا استفاده میکنم یا اینا میکشونم بالا، اسفنج آبکشمو روش قرار میدم که حج بگیره. نمیصرفه براتون بچه‌ها. اگه بخواد کلش اولا سنگین میشه، کلا خیلی سنگین میشه باکستون و اصلا فایده‌ای هم نداره. شما تا اونجایی که میخواید گل فرو کنی اون اسفنج مهمه، چون که زیر این که گل فرو نمیکنه، همون روی گل خودتون میخواید. خب شروع کنم. میدونید چیکار میخوام بکنم تو این لایو؟ من یه جوری بیام این ور. من الان میخوام اینجوری گلاراییش انجام بدم، تسلط ندارم. خب مثل اون سبد گل خواستگاری که زدیم بزرگ من اینجا بودم. میتونی یه کاری کنی، شما صندلیتو بیاری اینور بشینی، آره. یه دوربین از این ور بگیره، یه دوربین از این ور که فقط کار رو بگیری. این چطوره؟ فکر کنم بهتره ولش کن. همینجوری بریم. فکر کنم چون میخوام بگیرم خیلی نمیشه سخته، ولی این تازه بهتره تو دو چیزا. بچه کلیپ هایی که میگیریم خدا وکیلی پوستر من نگاه کنیم، خانم میگیم یه چسب به دیوار که این چیز نیافته تصویر، اینجوری گل بزن. اصلا خیلی حرفه‌ای شدم جایی. خب بریم با هم دیگه داشته باشیم یه دونه سرگل خوشگل. چند نفر تو لایوی؟ 300 نفر. خدا بهتون برکت بده، دمتون گرم. بفرستید واسه دوستاتون تا نکات اصلیشو متوجه بشن و اجرا بکنن. بریم. خب اسفنج آبکش هم اسفنج معمولی هست که خودتون آب زدی جنسش فرق داره. حالا من میتونم برگ سیکاس بزنم. گفتم جایی که میخوای گلارایی انجام بدی که برگ داشت اول برگ بزنم، ولی میخوام یه حالتی بدم که در حین کار کردن گل برگ اضافه کنم.
الانم میتونم 2 تا برگ بدم به کارم و کارم انجام بدم، ولی میخوام این روش هم تست کنیم با هم دیگه که ما گل رو میزنیم تا یه حدی، بعد میبینید چقدر خالیه، یه چیزی میخواد، بعد برگاراش میکنیم چقدر جلوه میده به کارمون. اوکی میریم جلو. میام چیکار میکنم؟ یه رنگ پاییزی خوشگل میزنم، یه مقدار بازم به خاطر شما ارتفاع رو میگیرم بالا. خب نقشه راهو قبلش میکشم، من میگم از اینجا گل میخوره میاد اینجوری بالا. خیلی خوبه، اینم میچرخونمش ببینم حله. میرم سراغ بعدی. ما 3 نوع گل داریم تو کار گلاره: گل اصلی، گل هج دهنده، گل پر کننده. ما اول در گلاره‌ای باید گلای اصلی رو بذاریم، مثلا پای گل اعضا ترحیم گل اصلیش چیه؟ آفرین گلایوله. پای گل ترحیم گل اصلیش گلایوله. ما تو سبد نگاه میکنیم تو گلی که غلبه کرده برای گلای دیگه نماش بهتر چه گلیه، مثلا تو این باکس من احتمال زیاد جربرامه، پس میشه گل اصلی من. شاید توی سبد مثلا روز دارید و اورینتال دارید و آنتریوم، گل اصلی بیشتر روزه، روز اول کار میکنه. نمیای اول آنتریومو کار کنی بعد اورینتال بعد روز. تو از ابتدای اسفنجش خب بچه حالت رو نگاه کنیم. من میتونم یه جربرای دیگم شاخه بزنم مثلا بیاد به سمت بالا. خب آفتابگردون داری؟ میبینید ساقش داره این چجوریه؟ حالا میخوام یه حرکتی روش بزنم قشنگ شه خوشگلش بکنم. چیکار میکنم؟ یا شاخه صافش میزنم. ببینید حالت جبرا بود، من بهتون گفتم سیم میزنی، همین حالت خوابیده آفتابگردونه. بکن تو اون گلوی دلت نمیاد ولی یه حرکت میزنی اینجا خوب نگهش میداره یا نمیگه میریم چیکار میکنیم؟ زنبورینام قد ترکیب کنیم. میام یه مقدار چسب بزنم. نکته مهم، ببینید ساقه رو اینجوریه. خیلی اشتباه میکنم، ول میکنن اینو میزنن تو استرس، بعد 1 ساعت نیم ساعت اینو شل میشه. من باید تا انتهای کارم شاخه صافی که گذاشتم به گلم چسب بزنم و چسبی که نکته بنویس دیگه یادت میده، و چسبی که از شاخه صاف به گلم میچسبونم باید چسب بیاد قسمت پایینه شاخه صافم. تمام. چرا باید بیاد قسمت پایین؟ ولی به خاطر اینکه لیز نخوره بعد از نیم ساعت 40 دقیقه که شل شد این شاخه صافی لیز نخوره گل رو بندازه. خیلی نکته مهمیه. خب
خب آروم میرم جلو. حالا میریم سراغ گلای بهاری. قبل از اون میشم آنتریوم هم بچه اضافه کنم. من چند تا آنتریوم داشتم. ساقه آنتریومم کوتاه. بذار شاخصاف بزنم بچه. من ساقه ها رو کوتاه کردم. بذار اینم بهتون یاد بدم. یه موقع گلتون کوتاه هستش شاخصاف بزنید. حالا شاخصاف بزنید عمر گل کوتاه نمیشه. چرا عمر گل کوتاه میشه؟ ولی شما چند ساعت گل میخواید استفاده کنید؟ به خدا ما چیزو این بله برونن رو پنجشنبه لایوش رو رفتیم دیگه درسته؟ نه آره چهارشنبه لایوش رو پنجشنبه چیز بود اون افه بود. ارکیده‌هاش امروز با خانم وارد داشتیم میدیم ارکیده‌های سالم بود. یعنی ما یه موقع از اسفنج خشکم داده بودیم ما سالم بود. خب ببینید اصلا جای چسبه پیداست. لا خیلی چیزا میخوام استفاده کنم و آروم با هم دیگه میریم جلو. بذار چند تا آنتریوم بذار قبل از اون بیایم پر کننده ها رو استفاده کنیم و حجم دهنده ها. بیام از چیکار میکنم؟ از آلستر و مریا. خیلی مقاومت خوبی داره، خیلی خوبه. لابلای جربرا که گذاشتم نگاه کن، همه چهره گل به سمت خوده، همه چهره گل به سمت خودتون باید باشه که دارید گلارایی میکنید. ببین آلستر مریام که اینجاست، میام لابلاش کار میکنم که یه نقطه کانونی ایجاد بکنم. ببینید بین آفتابگردون ساقه ها خودش پیدا نیست، حتی میام از خود لیدر آفتابگردونی که جربرایی که گذاشتم میارم بالاتر، یا حالت بهش میدم. نگاه کن اینم میذارم اینجا. چه چیز خوب شد. سوال میره سوال بپرس. هر سوالی دارید بچه‌ها بپرسید. بچه‌ها رو هم جواب بدن. یه دقیقه کامنتار باز می‌کنی؟ آخه تو کاره. خب دست‌ها توضیح میدم. میگه چیکار کنم آفتابگردون باز بشه؟ گلایی که من تازه خریدم کامرام بسته است. توی تلفن دورش تلفن بزنه. قبل از اینکه بخواد یعنی من آفتابگردون می‌خرم، دورش تلفن می‌بندم. به معمولا خودش تو روزنامه هستش، میذارم کنار، موقعی که می‌خوام استفاده کنم در میارم. آفتاب بگیرم باز نمیشه. چی؟ آفتاب خب دادنش باز نمیشه. آفتابگردون میگه چطور باز نشه؟ نه نشه باز بشه. آها باز بشه؟ آره همینجوری بذاره یه ساعت باز میشه. نشه من خیلی باز نشده. خب نه اون آفتابگردون بهتون انداختن به درد نمیخوره، خراب بوده. یکی آفتابی الان نگاه کن دیگه باز نمیشه دیگه، به ما انداختن. چاره هم خب میگم برکم الان میزنید یا نه داریم برگار. حالا داوودی خوشه‌ای ها میدم چه رنگ خوشگلی داره ماشاءالله، خدا رو شکر. چه رنگ اصلا گلاره یه حس خالی داره، باور کنید. اصلا برای این نمیگم که کار من اینه. یه موقع خودتون به گل بخرید، مثلا 200-300 نفری که تو لایو هستید یه بار گلارایی بکنید همشو میچشید. اصلا یه آرامش خاصی داره. واقعا داری گلا رو میبینید که تو اسفنج فرو بوده، یه حس خیلی خوبی داره. کارش چون کار خلاقانه هست، مثل کارمندی، کار روتینی نیست که انجام بدی. مثلا یه کاری هست که مثلا شما صبح تا شب نمیخوای اون کارو انجام بدی، یعنی هر وظایف داری، هی داری ایده میدی، هی داری سبک جدید میزنی، هی کار خودتو گسترش میدی، این ذهنت باز میشه. اگر این کار چند ساعت ساله میمونه؟ 2-3 روز ساله میمونه حداقل. میخوای اینو اصلا بذاریم توی چیز چالش بذاریم بهتون بگم چند روز میمونه. حالا یه کار خفنی روش میخوام انجام بدم آخر لایو. آفتابگردون شاخه‌ای چند براتون در میاد؟ شاخه 5-6 میشه، 30 تومن تو هم میشه 6 تومن. آفتابگردون سوپر درجه بگم هر سری مجبور میکنن تو لایو چیزی. حالا لابلای گلای اصلیمون مثل آفتابگردون داوودی خوشه‌ای، آفتابگردون گل جربرا، میام گلامو اضافه میکنم، داوودی خوشه‌ایمو اضافه میکنم، میام یه مقدار کنتراست رنگش رو تغییر میدم. از همون جایی که همتون هم میدونید رنگای سفید و سیاه و خاکستری رنگای خنثایی هستن. یعنی که برای شروع گلاره چقدر سرمایه نیازه؟
بستگی داره به اون هزینه‌ای که میخواید انجام بدید. برای کار گلارایی من نمیتونم بگم یه مغازه‌ای که توی بالا شهر هستش اولا که هر مغازه‌ای که میخواید اجاره بکنید، حالا چه بالا شهر چه پایین شهر هر چیزی، یه مغازه باید اجاره بکنید. یه رهنی، یه اجاره‌ای، یه کولرگازی میخواید تو هر مغازه‌ای که میخواید راه اندازی بکنید، لباس فروشی بزنید، هر کسب و کاری که میخواید راه اندازی بکنید ادیسیون اضافه می‌کنم. این از این. شما نیاز به سرمایه، میگه مثلا من چقدر نیاز دارم به سرمایه جنس. ببین منم جنس رو میگم. یه موقع شما یه موقعی شما 1 میلیارد دکور میزنید. کار به دکور ندارم که اصلا اشتباهه. زیر 50-60 میلیون دکور زدن اشتباهه واسه یه مغازه 20 متری 30 متری. کار گلارایی تو از ریشه درخت‌ها، نی بامبو، گونی اینجور ترکیبی بزن تو پینترست ریخته با 15 تومن 20 تومن یه دکور جذاب بزن، طبیعی بزن. این ملت از کارهای مثلا MDF کاری و فلان اینجور چیزا خیلی دوستان میاد تو گل فروشی یه حس خوبی بده، حس طبیعتی بهش بده. تو با همین ریشه درخت و نی و گونی میتونی همین پوست خرما میتونی دکور خوب بزنی. کل دکورش بشه 15 تومن 20 تومن بشه. اگر به حرف من اکتفا نکن، برو بازارگل قیمت بگو آقا این یه شاخه نه، یه دست ریشه 50 تومن قیمتش چقدره. نهایتش باشه خیلی خفن بکنی بین 15 تومن تا 20 تومن یه دکور جذاب بزن. این یک. حالا چقدر جنسش میخواد، چقدر جنس کاغذ، ربان، قیچی، اسفنج، باکس، یه مغازه 20 متر تا 25 متر کل جنسی که خیلی هم خفن بچینی بین 30 تا 50 میلیون تومانه نهایتش. سلام علیکم. سلام. پدرم بودن دیگه. سلام علیکم. علی آقا ادیسی رو چطور نگه داریم؟ خیلی شکننده. خیلی دمت گرم، چه سوال خوبی پرسیدی. در این که دارم گلارایی میکنم بهتون میگم ادیسی بعد تو تلفن بذارید بچه‌ها. اونم جای خنک بذارید. من خودم تو سردخونه میذارم. یخچال بذارید. حالا میام چیکار میکنم؟ زنبوریا رو لابلاش کار میکنم. هنوز هیچ کاری نکردم، فقط دارم حالت میدم به کارم. هنوز نه برگارایی کردم، نه گل اصلی رو گذاشتم. حسنه که من تازه دارم شروع میکنم به کار تشریحات و گلارایی و اینکه از تونسته راهنمایی کنم و چه جوری میشه تبلیغ کنیم. تبلیغات بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، خیلی موضوع تبلیغات رو دارم. من خودم هم خیلی باخت دادم واسه تبلیغات. واقعا پیجم ضربه خورد. تو مسابقه مثلا بیتی استودیو هشتگ مدیا شرکت کردم 3 سال پیش، پیج به فنا رفت، اصلا بدجور بود. بعد شروع کردم نزدیک تا الان 600-700 میلیون خرج تبلیغات کردم. از 40K بودم تا الان به 200K رسیدم. هنوزم یه سری فالوور روح و اینا تو پیجم هستش. خیلی دارم اذیت میشه ولی اصولیشو بلد شدم. یه نزدیک به 11 ماه 10 ماه اصولیشو بلد شدم چیکار بکنم و یه سری پیجا رو در آوردم. نزدیک 70 تا پیجی که خودم تبلیغات دادم و نتیجه گرفتم. و آموزش این اینستاگرام همه اینا چطوری تدوین کنی، چطوری ادیت کنی، کی پست بذاری، اشتباه خطا رو همه رو به دست آوردم توی محصولی که الان 990 تومنه. واسه 10 نفری که تو لایف هستن 690 تومن میگم. میتونیم اون 10 نفر برن دوره تهیه کنن، ببینن و نزدیک چند تا میلیون پیج گذاشتیم؟ 50 تا تقریبا 50 تا پیج تبلیغاتی حداقل ما گذاشتیم. گفتیم ما به اینا تبلیغات دادیم از ارزون قیمت تا گرون قیمت، نتیجه گرفتیم. آموزش اینستا، بلاگری، آموزش اینستاگرام داره، آموزش بلاگری داره، فروش نامحدود داره، خیلی چیزا هست. خیلی فقط هم برای 10 نفر میتونیم باز بذاریم امروز بعد از اینکه لایو قطع شد میتونیم به تهیه کنیم. بعد 10 نفر اون سری ما واسه 10 نفر گذاشتیم. مثلا طرف میگه چرا دروغ گفتی واسه ما نذاشتی که؟ گفتم آقا برای 10 نفر، یعنی سایت کوی تنظیم شده که 10 نفر ثبت نام. خب توی 10 دقیقه اون 10 نفر پر شد دیگه. الان هم میخوای از دست ندی میتونی لینک داخل بایو کلیک کنی و تهیه کنی. درست الان کردی 690 تومان میتونی 10 نفر میتونن ثبت نام کنن. آروم آروم این سراغ گل علی. گل چی؟ خب بزن اینو پایینش بزن. خیلی خوشگل است. تو هم بالا باشی هم پایین خوشگل. یه سوالی که پرسیدم برای گلفروش باید حتما کولر گازی داشته باشیم و باید کولر گاز حتما روشن باشه. بله. نمیخواد کولر آبی داشته باشی. تو خونه واسه برقا بالاست. چی؟ هزینه برق بالاست. همه‌شون بالاخره از شغلی میاد به چیزی. خب آروم آروم دیگه ببین سراغ برگارش میتونی گل استلام اضافه کنیم. میگم نه. خب زیاد شروع میشه. حالا روزه
مینیاتوری میام روش یه حرکتی میزنم. دوزای مینیاتوری رو قطع کنیم. دوزا رو داریم. میگن درآمد این حرفه چطوره؟ من خیلی علاقه دارم اما خیلی بهم میگن فاز گرفتی. باش به همون خیلیا بگو 3 سال پیش به علی ولی میگفتم برو هیچی نمیشین و همونو الان تو کلاسای من شرکت من بهشون نوبت 6 ماه 1 ساله میگن اینکه شما دوراتون 0 تا 100 دارید. آره 0 تا 100 میدین. همه پیجمون رو نگاه کنید. هر وقت یکی بهتون گفت هیچی نمیشی با پشت دست به قول استاد بزن تو دهنش. حالا نزن تو دهنش برید پرخون بشه، منظور اینه که بهش ثابت کنه در طی زمان تو از اون خیلی سرتر میشی. آقا من واقعا یه چیزی برای خودم دارم، تو هر شغلی این به من ثابت شده چون دیدم ضایعاتی دیگه. یه شغل شریفیه خوبه آقا ضایعات جمع میکنه، اون طرف میلیاردر شده. خودتونم میدونید تو هر شغلی که جنمشو داشته باشی، عشقشو داشته باشی، علاقهشو داشته باشی، میتونی خوب پول در بیاری. تموم شد. یه سوال بپرسم، فرق روز مینیاتوری با بیبی روز چیه؟ با قشنگ بنویسی دیگه. بیبی روز روز کوچیکه. چی؟ بیبی روز. فرق روز مینیاتوری با بیبی روز رو نمیدونم. نداریم اصلا. اسم فارسیشه. اوه یس. در مورد پشت کار پرسیدن که الان بچه‌ها درست میکنن. یه دقیقه من زمان بدید خواهشم ببینم چی کار اینا بزنم این بر. خب آرمانم داریم میایم جلو رو پر میکنیم. حالا لابلش یه مقدار گلای حجم دهنده رو اضافه میکنم. میتونید قشنگ به شاخه بزنید. این خودش حتی خیلی از گلفوچی من لابلای گلم اضافه میکنن. حالا یه سری چرا این کار میکنه؟ ما میزنیم دیگه. دوست داشتیم بزن، دوست داشتیم نزن. داره 90% گلفوچا خود ارکیده رو به شاخه صاف میزنن، چسب حرارتی میزنن، اینجور چیزا میزنن. حالا که فاز چیز براشه چرا به کپسول نمیزنید؟ تو یه ما بیا گلفوچی کار کن، کوزات هم به زور میشونی. فقط طرف نشسته تو کارگاه داره گل یاد میده یا داره نشسته تو خونه لایو و میبینه چرا اونو به اینجا بزنن. تو یه ما بیا تو گل فروشی، مردی بیا تو گل فروشی کار کن، 50 تا کوزه بشور، برو صبح ساعت 2 نصف شب بازار گل بیار، نخواب کوزه بشور. بهت میگم جهنمک چیه وایترس میریزی تو کوزات یا نمیریزی. طرف ندیده بابا دیگه، نشسته تو خونه از اون میگه چرا من اینو توی یه فایل دیدم بهش کپسول زد، شما چرا نزدید؟ یعنی چی بابا؟ ولم کن. فرضاً که یه بار دیگه آموزش روز کینگ رو بذارید سیف شده تو یوتیوب. تو یوتیوب سیف شده، برو ببین لذتشو ببر. فرضاً قیمت این باکس چقدر در میاد مشتری؟ بذار تمومش بکنم بچه‌ها. یه چیزی درآمدن. آقا من یه چیزی بهتون بگم. اصلا اولا آموزش ببینید، پیش هر کسی هم که دوست داشته آموزش ببینید و هر جام که رفتی کلاس کامل برداری، نه یه تشریفات رو یاد بگیری، یه ماشین‌ها رو یاد بگیری، دونه دونه پول بدی و هیچی هم آخر سر یاد نگیری. هر جا رفتی یاد گرفتی سریع به درآمدش فکر بکن. همون اولش به درآمدش فکر کن، اصولی یاد بگیر و برو اجرا کن. یه چیزی بهت بگم سربسته. خب که استوریش هم چند وقت پیش کردم، گفتم یوها دیدی درآمد یه روزه مادرت برابر بر درآمد چند سال کارمندی خیلی شغل شریفیه، خیلی خوبه، اوکی، ولی داریم دیگه تو جامعه میبینیم دیگه اون یا آقا یه چیزی بهتون بگم، حالا کامنتار بسته است. بله بچه‌ها یه چیزی بگم، حالا دیگه ندید چرا ما یه معلم داشتیم تاریخ، خانم مرادی گوش بده. این معلم تاریخ آقای اسمش رو نمیبرم، من هم تا حفظیاتم خیلی خوب بود. توی کوچه پشتی مغازه ما میشینه هنوزم. خب تو کوچه پشتی مغازه، چون بچه‌ها نمیشناسنش. سر کلاس اسکندرخان چیکار کرد؟ خب من برای چی باید حفظ بکنم؟ نه اون با اون حمله کرد تو حمام کاشان، یکی فوت کرد با شمع. آخه من چیکار دارم؟ به من چه ربطی داره؟ خب
من با اینکه به من ربطی نداشت 20 میگرفتم بهش گفتم آقا چرت و پرت چی تو مخ ما میکنی؟ من 2 سال دیگه 6 ماه دیگه چی 1 ماه دیگه یادم میره من چیه. گفت بچه بشین درس بخون، تو پشت مغازه بابام میشه همینجا که هستیم. میگفت بچه بشین درس بخون، هر دفعه میبینم تو داری ماشروس میزنی، هر دفعه تو میبینم تو داری دستگل میزنی، کی میری درس بخون؟ چون من همیشه از مدرسه میومدم کیفمو مینداختم میرفتم مغازه، سوار تاکسی میشدم میرفتم مغازه، یا با کیفم میومدم مغازه. بعضی میگن ما درس داریم میخونم، خیلی خوبه. منم معماری خوندم، ترم 2 3 کیفمو انداختم برگشتم. ولی این چیزی که هست باید یه منبع درآمد. من یه پست گذاشتم گفتم به بچهای خودتون یاد بدید، یه کاری یه شغلی یاد بدید، بعداً یه حرفه یاد بدید، بعداً پشیمون نشید، بذار یه درآمدی داشته باشه، قدر پولو بدونه، نه بگه بابا 100,000 تومان بده 50,000، بابا برو کار کن پول به دست بیار. همین کاری که با ما کردم. ما سونی می‌خواستیم، بابام گفت باشه برات می‌خرم. اول تابستون خدا شاهده می‌خرید، دروغ ندارم بگم می‌خرید، ولی گفت 3 ماه تابستون رو کار کن. ما هم نامردی نمی‌کردیم، می‌رفتیم 3 ماه تابستون رو کار می‌کردیم. سال بعد می‌گفتیم موتورگازی می‌خوایم، موتورگازی برام می‌خرید، نه آمیکو می‌خوایم می‌خرید، ولی کار می‌کردیم. شما باید همین کار کنید، از بچگی به بچه‌های خودتون رو یاد بدید. حتما یه کاری، یه شغلی، یه هنری، علمش خوبه ولی اون بهتره به نظر من. خب ببینم در مورد کسب و کار. حالا ببین در مورد کسب و کار گلارایی میگن اول شما همیشه میگفتید اول برگارایی، این اول لایو نبود، این اول لایو نبود. گفتن در راستایی که داریم برگارایی می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم گلارایی انجام بدیم، همیشه اول برگ بزنیم بعد. ولی گفتم می‌خوام این لایو رو متفاوت‌تر بذارم، ببینید چهره رو چقدر متفاوت می‌کنیم. حالا من میام چیکار می‌کنم؟ ماشاءالله پشت کارم درست می‌کنم، آروم آروم دارم کارمو شکل میدم. حالا میام اینجا. سلام علیکم، خانم مرادی هستم. یه خصوصیه دیگه. خب اینا رو به ساقه میزنیم. چسب اینجاست. اینجا راحتیم. خب بچه‌ها ارکیده رو به شاخه میزنیم. خب یه چتر شاخه صاف هم شما چسب رو بزن. اوکی. خب سال بعدی شما مدرک گلارایی هم میدی؟ نه اصلا یه جانم بزن نمیگم. یه زنه زنگ داده بود گفت آقا من مدرک گلارایی ندی نمیام. گفتم نری ببینم چه می‌خوای بیا مدرک کار کنم. گفت آقا یه طور من گفتم مدرک فنی حرفه‌ای به من میدم فلان میکنم. گفتم عزیزم شما کلا یک گوگل دیگه فکر کنم بلد سرچ بکنید دیگه، دانشگاه بلد زنگ بزن دیگه. کار گلارایی مدرک نداره تمام. من میتونم مدرک دکترا رو با 2 میلیون خورده براتون بخرم تقلبی. همه کارا میتونم، خودتون هم میدونید همه جا هستش. خب آقا گلارایی 738 ساعت آموزش داره، آموزش عملی و تئوری در رشته گیاه شناسی، خاک، گلای آپارتمانی، نه گلای شاخه‌ای، تمام. بابا این مدرک نداره فن حرفه‌ای، به خدا سرتون کلا میذارم. یه موقع هست مدرک کسب و کار، فن بیان، اینا هست مدرکش هست، ولی گلارایی هنوز تو دانشگاهش رشتهش جدا نشده با گلای آپارتمانی و ریشه‌ای و کشاورزی و خاکشناسی و زمینشناسی و اینجور چیزا جدا نشده. 700 و خورده ساعت بعد بره آموزش ببینید. هر کس مدرک بهتون اینجوری داد آوکی داد قبول نکنید، به خدا اینجوری نیست، به پیر به پیغمبر اینجوری نیست. خب اینا در مورد مدرک. بعدش من مدرک میخوام بگم لب کوزه آبشو بخورم دیگه، نهایتا میخوام برم خارج استفاده کنم که خارجش از این مدرک ایرانی اصلا اهمیت نمیکنه. نیازی چیه مدرک اصلا درگیرش نشید، مهارتتو ببر بالا. وقتی که خوب قوی شروع بکنی، بلد نیستی تو اینستاگرام خوب فعالیت بکنی، دوره فروش نامحدود رو تهیه کن، برو حتی یه دورای اینستاگرام رو تهیه کن، آروم آروم بهتر شو، بعد مخاطبتو به دست بیاری. متشکرم، مرسی. همین چسب زدیم ارکیده ها رو. خب میام چند تا ارکیده
روی کارم استفاده کنم. این میگن چیه؟ بیاد میزنن چی آخر نه آخرو چیز آخرو میزنن میگن تکنیک آخرو بزنم فوت کوزه‌گریه چی؟ کلمه سختی توی استاده. خب چند تا ارکیده اضافه میکنم. سوال دیگه نپرسیدم که جورت محو گل شدم. این سر شکست ببینمش. لا کامنت باز حالا این سراغ پرسن که دوره مریاضی رو کی آپدیت میکنید؟ از اون سال قشنگ آقا من حتی حالا حرفی زدم بگم نه فلان بعد زمان به دیگه دوره الکی نیست باید گرفته بشه تدوین بشه کمپرس بشه بده تو اسپاپل تو این ماه 4-5 تا آپدیت میذاریم دیگه روی سایت و آپدیت حالا این سراغ برگارایش میتونم برگ سیکاس که دوام گل‌ها کم نشید رو شاخصا اینو 55 بار میداد جواب دادم ولی باز جواب میدم هایلایتش کن نه کم نمیشه اون دوامی اصلا گلی از تو آب در میاد داره پژمرده میشه حالا چه شاخصات بزنن چه تو استند شروع کن حالا تو استند شروع کن یکم بهتر نگه می‌داره ولی 10 گل خراب میشه دیگه به 4-5 روز خراب میشه دیگه ولی بهترین راه حلش هم که تو بگی دیگه توی شب آقای ولی بگید دمت گرم خسته نباشی نوکرتم آبجیه داداشیه خب بچه برگای کوردولین رو من اضافه میکنم میگن چی این پورتانزی در هوای امارات زود پلاسیده میشه پیشنهاد خاصی داری؟ بله بیاید ایران نه راست میگه امارات دو بگه نه اصلا برو زود مجموعه توی یخچال باید بذارید بچه ها گل عمده کجا بهتره مفهوم که ولش کنه این فرصت نپرسین نگو زبونم چیزه لو میدم خب میام یه مقدار اون عمده فقط اینترنتی فقط بچه گل اینترنتی فقط اینترنتی بودو دنباله بود اشاقا من گل فروشتم برای خودم بلد نیستم راهنمایی کنید جانم؟ گل فروشی داده برای خودش بلد نیست گل فروشی شاگرد گرفته خب یاد بگیرم آقا دورت بگردم خیلی از اشتباه من این فکر می‌کنم و خیلی از افرادی که تو دوره‌های من شرکت کردن مثل حالا فکر کنم تو لایو هم هست آقای رجب زاده واسه بوجنون شاگرد گرفته و شاگرد دستش تو پوست گردو گذاشته و یه روز شلوغی میگه آقا حقوق منو اینجوری کن حقوق منو فلان کن خودت بیا یه هفته پیش ما یا هر جایی که خواستی اعتماد بهش داری برو یه هفته یاد بگیر تموم شه بره دیگه هر وقتم بعد بازی در آورد ماشین رو از نظر فلان خودت بزنی دیگه تموم شده به گفته شما اسپیل کردن ماندگار گل‌هام عالی شد ممنون از این همه خصوصیت هزینه کلاساتون رو مثلا شرایطی هم قبول میکنید؟ نه زحمت کشیدم با اون چیپس بود شاید قبول کنم الان خانم مرادی نگاه کن یه 4-5 روزی که تحویلتون میدم ببین چی میشه به خدا ازش میخوام لایو بگیرم خیلی با استعداد دمت گرم من فکرشو نمی‌کردم تو یه روز به اندازه 2 روزمون رفت کلاس خصوصی واقعا به اندازه 2 روز انجام داد کاراشو مثلا دوره از دم قسط داری از دم سلامتی از دم 1000 تا خب بریم چیکار کنیم اسم کاسلنو میاری عشقم مرسی بنو پشت صحنه فکر نکن عشقم کیه گفتم بنو لطفاً جلسه بعدی گل‌ها اطراف استاد جمع کنن چی گل دم دستشونو زدن تو باکس راست میگه بعد دارم نشونش میدم بیا نه بچه‌ها ها آره مدل همیشه برای ترکیب از چند نوع گل و چند نوع رنگ می‌خوایم استفاده بکنیم به خاطر همین زیاد زدم مریض که نیستم یعنی گل بزنم تو کار میگن یخچال میشه استفاده کرد به جای کولر آره خیلی فکر خوبه دماغ یکسان نگه می‌داره و خیلی کمک میکنه در حفظ و نگهداری گل خیلی بهتر از کولر گازیه معمولا اگه خواستید کولر گازی هم استفاده کنید سعی کنید کولر گازی وقتی می‌زنید به دیوار دور تا شیشه بذارید دکور شیشه‌ای بزنید درم دارید این چرخی باشه اوکی باشه این که شیشه باشه اوکی کل یکسان نگه می‌داره دماغش
جانم. میگم پشت کار چیکار می‌کنی؟ دارم پشت کار رو میزنم دیگه، برگ دارم میزنم. کلاس آموزشی رو هزینه‌اش چقدره؟ اینم چند تا برگ انجیری زدم پشت. این چرا خوشگلی شد؟ نمیدونم چی دارم میزنم خوشگل شد. آره داریم چشم بسته میزنیم. فرصتی که کلاس آموزشیتون به چه صورته توضیح بدید؟ قسمت عالیات پیج پیام نگاه کنید اول، بعد پیام بدید دایرکت. اول بعد مشاوره بشید. اگر قبول شدی که واسه این ماه که اصلا دیگه نداریم، ما 2 هفته داریم، تیر ماه که کلا پره، موضوع اینا فکر کنم پره، بعد 3-4 ماه دیگه میتونید نوبت بگیرید. حالا بستگی داره جابجایی و کنسلی هم پیش میاد. نشان ما گل فروشی داریم، این کارو 1.5 میزنیم. دمتون گرم. از 500 تومن 600 تومن شروع میکنن تا 2 تومن 2.5. بستگی داره. بذار خودم از این تازه این زاویه نگاش نکردم. بذار ببینم. چی؟ لا حول ولا قوة ماشاءالله علی تو مصطفی که این مصطفی که زدید چی بود؟ میگم علی تو بار ملایمت کشکی. صورت من زدی کن اسپرا رو. خب چی؟ چند نفر تو لایوین؟ 320 نفر. مصطفی اسمش چیه؟ تبلیغات میشه ولی کاسفیان خود کاسفیان تا الان انقدر خرید نداشته. ما انقدر مشتری بهش برسیم درصد میگیره میدونم 30 میلیون. چرا میگیریم بزودی؟ لیدر کار کجاست میگن؟ نمیدونم. سوال بعدی. اون لیدر دیگه کشیدیم میگه آقا چه سوالایی مگه تیر آخر رو زدی؟ تیر خلاص. دورتون بگم یه بار دیگه توضیح بدم در مورد این کاری که زدیم. حالا من میتونم خیلی پرتر بزنم، خیلی خلوت‌ترش میتونم بزنم، ولی نگاه کن نقطه کانونی الان وقتی که داری نگاه کن میره برو رو باکس کن، میخوام زوم بکنم بعد توضیح بدم. لطفا تو یوتیوب هم توی قشنگ رو باکس هم زوم کنید. خب این از این. خب حاضرین؟ این مقدار فاهم میشه. کوردولینا نگاه کنید. خوبه دانست. چرا اینقدر خوبه؟ بورتانسیلا رو ببین. خب بچه ها نگاه کنید. یه توضیح من دادم در مورد باکس که بحث رو ببندید و اگه کسایی هم که تا الان تو لایو نبودن حتما گوش بدید. خیلی مهمه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم ببینید ما تو کارمون گفتیم 5 تا قانون داریم تو گلارایی که مهمترین قانون گلارایی نقطه کانونی هستش. ما باید تو کارمون نقطه کانونی ایجاد بکنیم. بذارم بیام این وقتا. ما باید تو کارمون نقطه کانونی ایجاد بکنیم. اگر شما دقت بکنید به سبدمون ببینید ارکیدا رو داری؟ چون داداش داره ارکیدا رو. این یه نقطه کانونیه. توجه دید مخاطب رو جلب کردن. ژربنا رو نگاه کن، یه نقطه کانونی بهش ایجاد کردن. حتی کوردولینا نگاه کن صورتی بودنش، این یه نقطه کانونی ایجاد شده. حرکت باکس هم من میتونستم اینجا رو کوچیک‌تر بگیرم، اینور پرتر، کشیده‌تر بزنم. ولی گفتم یه حرکت نرمالی داشته باشیم توی این باکس. من میتونم اینجا رو پرترش هم بکنم، یعنی اوکیه. خب ولی گفتم یه نمای خوشگلی داشته باشیم از کنارها توی باکسمون. یه نقطه کانونی با شیب گل به دست آوردیم. مثلا می‌بینی؟ موقعی که میخوای گل فرستن شروع کنید ساقه‌هاش رو تمیز کنید، اضافه‌اش گلای اضافه‌اش رو بگیرید. سلامتی. حالت رو داری، حالت خرگوشی شد. خب بعد پتانسیل هم نگاه کن، ادریسی، آلیوم، آفتابگردون، اینا همه باعث شد یه تو حجم کنار هم خوشگل در بیاد و این کارا باعث میشه که یه کارتون جلوه بده. شما الان این سبدی که ما زدیم، بچه‌ها این سبدی که ما زدیم از شاید 400 نفر اینجوری خوبه؟ نه یه ذره خوبه. از 400 نفر مثلا الان 250 چند نفر تو لایویم؟ 270 تو نفر تو لایویم. ما نکته‌های اساسیشو گفتیم. حالا با هر رنگ گل، با هر نوع گل، با هر نوع مدل میتونید بزنید. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم نکته اصلیشو گفتیم. شاید یه سری خوششون بیاد، یه سری خوششون نیاد. من آموزشمو دادم و ان شاءالله که دوست داشتید استوری کنید، دوست هم نداشتید استوری نکنید. سه تا لایو دیگه هم داریم و اون کسایی که استوری میکنن ما رو منشن میکنن، تگ میکنن ما رو، یه جایزه نقدی هم بهشون میدیم از بینشون.
3 تا لایو دیگه داریم. لایو ما دیدی چقدر چشم هم زدی، 11 تا لایو گذشت و 3 لایو دیگه داریم. تشکر میکنم از افرادی که تو یوتیوب دارن لایو ما نگاه میکنن و فقط هم تو یوتیوب آموزشامون ذخیره میشه، چون نزدیک آفشاریم در آبنبار. تو یوتیوب لایومون فقط ذخیره میشه. حتما خواهش ازتون دارم اگر یک نکته تو این 11 تا لایو من یا از پیج من یاد گرفتی، خواهش ازتون دارم فیلتر شکن رو نصب کنید تو گوشیتون، یا اگر داری سابسکرایب کنید یوتیوب. بعدجور نیاز به حمایت شما داریم. سال کلکل با چند نفر افتادیم، بعد زیر یک سال دیگه چندین هزار نفر برسیم به خاطر همین. و اینکه چون میخوایم بریم خارج از کشور و حتما به همچین حرکتی برسیم، زیر یک سال بعد به چند هزار سابسکرایب برسیم و چند هزار تا بازدید و فلان اینجور حرفا. حتما حمایت کنید کانال یوتیوب ما رو. دوستتون دارم. امیدوارم که از لایو هایی که میذارم استفاده برده باشید. هر سالی داشتید دایرکت بپرسید، ادمینای من در خدمت شما هستم. در ساعت کاری حالا شما خودم جواب میشم، چک میکنم بعضی وقتا. در مورد دوره ها مجازی که بذارید آخر ماه بگیرید 2 میلیون تخفیف داره. الان 4 میلیون 290 آخر ماه با 2 میلیون 290 تهیه کنید. چقدر خوبم که دارم اعلام میکنم. و دوره این اینستاگرام که بهتون گفتم به 10 نفری که حالا شاید 10 نفرم پر شده، لینک داخل بایو بزن یا آموزش فروش نامحدود از اینستاگرام علی ولی سرچ بکن بیاد، لینک داخل بایو، یا دایرکت پیام بدید. اون 10 نفر 990 تومن 690 تومن بهشون داده میشه. کلاسای حضوری هم که ما چارتشو نوشتیم هایلایت، دایرکت میتونید پیام بدید. سوالی نداری؟ خواهی وایسا اگه خواهد اسکرینی بگیره. اینجوری میکرد؟ سرزازه مثل خوب چی بود اسم آهنگ؟ سلام فرمانده. یا آدرس یوتیوبتون کجاست؟ چی؟ آدرس یوتیوب لینک داخل بایو کلیک کنید نوشته یوتیوب. بچه‌ها نیاز به حمایتتون داریم. رگباری برید سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو فشار بدی سابسکرایب کنید. اون زنگوله 6 ماه دیگه باید خیلی روش کلیک بشه. نه دمتون گرم.